دوستان عزیز، همان گونه‌ای که شما شاهد هستین و در جریان ماه پربرکت رمضان قرار داریم. بسیار از روزهای این ماه پربرکت رمضان سفری شده و روزهای انگشت شمار در این ماه پربرکت باقی مانده است. امیدوار هستم این روزهای باقی مانده را هم آنگونه‌ای که نیاز هست و حق این ماه پربرکت از شما ادا بکنید و انشالله که با سعادت، رستگاری، کامیابی و تغییر افکار، رفتار و گفتارتان با آن سویی که خداوند خواهان آن هست باشیم. دوستان عزیز، به منظور این که بدانیم فلسفه کلی این ماه پربرکت چی هست، مهمان بسیار معززی را در برنامه دعوت کردیم، جناب قاری صاحب شیرشای منور، بنیانگذار و مؤسس مدرسه حدیقه الاسلام، تا راجع به حکمت‌ها، راجع به فواید و فضیلت‌های این ماه پربرکت یک بار دیگر باز هم صحبت بکنیم تا شما هم بتانید در روزهای باقی مانده آنگونه‌ای که نیاز هست از این ماه پربرکت استفاده بکنید. جناب قاری صاحب سلام، صبحتان بخیر و بسیار زود خوش آمدین. جناب شیرزاد صاحب معزز، همکاران تکنیک، بیننده‌های بسیار خوب تلویزیون معارف افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام، بسیار زود خوش آمدید. امیدوار هستم که صبح رمضانی و بهاری را به خوبی آغاز کرده باشید. سلامت باشین، خدا شما را اجر بده. بسیار خوب. اظهار سپاس، ممنونتان از این که دعوت ما را پذیرفتین. جناب منور، اگر بر بگردیم به ماه پربرکت رمضان و دوباره یک دید، یک نگاه به ارزش این ماه پربرکت داشته باشیم، باید فلسفه کلی این ماه پربرکت را مطالعه بکنیم که همان حکمت ها، فواید و فضیلت های این ماه پربرکت را بداریم. نخست میریم سر حکمت های این ماه پربرکت. چی حکمت های نهفته است در این ماه پربرکت که پروردگار به امت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ارزانی فرموده با تفاوت با امت های قبلی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شیرزاد صاحب معزز، بیننده های بسیار بسیار نهایت گرامی، امان گونه که ما یک شی را می سازیم یا مردم یک شی را می سازند، بخشش یک کتابچه راهنما داره. بله. و طور مثال یک موبایل، وقتی که یک موبایل ساخته میشه، اما کسی که سازنده موبایل است در مورد موبایل تمام پکیجش برای ما معرفی میکنه. بله. موبایل باید چارج شود، به طور درست چارج شود، از چی گونه استفاده شود، چی وقت استفاده شده، با کدام معیار استفاده شود، تمام این پکیج سازنده یک موبایل برای یک انسان میگه. بله. وقتی که موبایل یک وسیله بسیار کوچک است و سازنده از این موبایل یک پکیج داره، یک راهنما داره، بنان زمانی که الله جل جلاله با او حکمت و قدرت بسیار بزرگی که انسان را خلق کرده که اشرف المخلوقات است، در تمام مخلوقات بهترین مخلوق است، بله. الله جل جلاله به خاطر از انسان هم یک پکیج داره، یک پکیجی که چی باید بخوره، چی گونه بخوره، در کجا بخوره، چی رفتار را انجام بده، چی رفتار را انجام نده، چی حلال است، چی حرام است، چی گونه عبادت بکنه، چرا عبادت بکنه، تمام این پکیجی را که یک انسان باید در زندگی او را عملی بکنه، الله جل جلاله معرفی کرد. بله، بسیار. و رمضان یکی از عبادات از این پکیجی است که ما سرش صحبت میکنیم. بله. فلسفه رمضان بسیار فلسفه طولانی است، ولی میخوایم مختصرش صحبت بسیار عالی میشه. رمضان قبل از امی امت رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادیان دیگه هم رمضان و روزه بود، ولی کیفیت و معیار و امور روش و طریقی از رمضان با این رمضان تفاوت های خود داره. بله. ولی فلسفه را که رمضان داره، ما در دین اسلام در ارکان اساسی اسلام یکیش رمضان است. فلسفه ها و حکمت های خیلی زیادی را داره. اگر ما متوجه شویم یکی از فلسفه های بسیار جالب رمضان در ماه های قمری میه یا در سال های قمری میه، چون سال های قمری با سال های شمسی فرق داره. بله. سالانه 11 روز و 10 روز تفاوت میکنه که هر سال 10 روز رمضان پیش آمده. یعنی ماه در گردش هست. ماه در گردش است. یکی از حکمت های بسیار اساسی گردش از این ماه هایی است. اگر یک منطقه را ما مثال بیاریم، فرض مثال جلال آباد مثال بیاریم، اگر هر سال در تابستان در جلال آباد رمضان می آمد، بسیار فشار می آمد از مردم، واقعا، چون گرمی دمو شدت گرمی. اگر هر سال در کابل فرض مثال در زمستان رمضان می آمد، خیلی ساده، به خاطر از اینکه الله جل جلاله همین حکمت در نظر گرفته، تغییر ماه را آورده میشه. یک سال یا در چند سال بعد که تقریبا 30 سال بعد میشه، اگر یک بار در تابستان مردم جلال آباد رمضان بگیره، یک سالش در زمستان میه. یک حکمتشی است. فلسفی بسیار اساسیش که در دید انسان بسیار ساده معلوم میشه، ولی حکمت بسیار بزرگ داره. واقعا. از طرف دیگه یک حکمت دیگه که هست، گرمی و سردی در نظر گرفته میشه. از یک طرف دیگه میوه هایی که هست،
در رمضان ما میتونیم کل رمضان در زندگی که ما رمضان داریم یک بار از سیب استفاده بکنیم در وقتش، یک بار از انگور استفاده بکنیم، یک بار از تربوز استفاده بکنیم، یک بار از خربوزه استفاده بکنیم. یک حکمت شمی است. میوه های هر فصل بر ما مهیا هست. یک حکمت دیگه که داره، زمانی که یک انسان 30 سال زندگی میکنه یا 30 سال عمر میکنه، این به این معناست که هر روزی از زندگیش، یعنی در زمستان، تابستان، ماه حمل، سو، جوزا و سرطان، در 36 سال همین تغییر میاد. کل زندگیت هر روزش یک بار تو یک روزه گرفت. و اگر تراویح خوانده باشه 100% واقع شدیم در شب قدر. بله، اگر تراویح خوانده باشه 100% شب قدر واقع شده بدون شک. حالا خود شب قدر یک فلسفه بسیار طولانی داره. رسول صلی الله علیه و سلم زمانی که شب قدر معرفی میکنه در فضایل که ان شاء الله در فضایل سر صحبت میکنیم، زمانی که شب قدر معرفی میکنه میگه شب قدر بهتر از 1000 ماه است. یعنی نمیگه برابری 1000 ماه است، معادل 1000 ماه است. عبادت شب قدر بهتر و بیشتر از 1000 ماه عبادت است. ولی میارش معلوم نیست، ممکن 10,000 ماه باشه، 20,000 ماه باشه، 50,000 ماه باشه. ولی یک حکمتش هست دیگه. خداوند جل جلاله شون یک آسانی را آورده به خاطر مؤمنین. کسایی که رمضان میگیره. امی شب قدر اگر یک انسان صدقه میده، 100 افغانی صدقه میده. خب اگر ما قرار باشه که بخوایم شب قدر پیدا بکنیم، خب ما سر از حدیث رسول صلی الله علیه و سلم ایمان و باور داریم که در شب‌های طاق اخیر رمضان از 21 تا 29 یا 21 یا 23 یا 25 یا 21 یا 29 در میاد یک 60. خب قرار باشه که ما 10 روز آخر رمضان روزانه 10 افغانی صدقه بدیم. اگر قرار باشه که در می شب‌ها یک شب معادل رمضان باشه، قدر باشه که هست که یک از اینا مصادف میشه به قدر، اگر ما 10 افغانی صدقه داده باشیم، چون عبادتی از ما بهتر از 1000 ماه است، پس صدقه از یام بهتر از 1000 مرتبه صدقه است. اگر ما در شب 4 رکعت نفل خوانده باشیم و مصادف شب قدر، یعنی به این معنی است که ما 1000 ماه یا بیشتر از 1000 ماه هر شب 4 رکعت نفل خواندیم، بسیار 10 افغانی صدقه دادیم، به یک کس خیر ما رسیده، به یک کس گفته یک سخن نیک ما رسیده، بس یک اجر پاداش بزرگ است. بسیار. اگر بیایم سر فضایل رمضان صحبت بکنیم، فضایل رمضان خیلی زیاد است. بزرگترین فضیلت رمضان همی است که قرآن کریم در ماه مبارک رمضان نازل میشه و یک رابطه تنگاتنگ با این ماه پربرکت، یک رابطه بسیار عمیق و تنگاتنگ با این ماه. بله. نزول قرآن کریم دو شکل داره. یکی امو که از لوح محفوظ میاد به لوح محفوظ میاد در شب رمضان، یکی از لوح محفوظ میاد به اساس ضرورت بر رسول صلی الله علیه و سلم، به اساس ضرورت در مدت 23 سال. یعنی نزول قرآن کریم به یک بارگی در یک شب از آسمان ها به لوح محفوظ به یک بارگی شده و در ماه مبارک رمضان که ابو شب قدر هم است. مسئله دوم یا ویژگی دوم یا فضیلت دوم ماه مبارک رمضان همین شب قدر است. سر صحبت کردیم. بسیار عالی. دوستان عزیز، هموطنان عزیز، همان گونه‌ای که جناب قاری صاحب اشاره داشتن، این ماه پربرکت ممنوع از فضیلت هاست و شب قدر با اساس یک حدیث جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم امکان بیشترش این هست که در 7 روز اخیر این ماه پربرکت رمضان قرار داشته باشد. قبل از اینکه بپردازیم روی فضایل بیشتری این ماه پربرکت، می‌خوایم که اشاره کوتاهی داشته باشم. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم برای ما و شما در حدیث میگوید که ما و شما باید تا حد توان تلاش بکنیم، تا حد توان باید ما و شما سعی و تلاش داشته باشیم تا در این شب اگر یافتیم، ما و شما اولین چیزی که بخوایم مغفرت از پروردگار خود بخوایم و مغفرت از آن پروردگار خود بخوایم که غفور و رحیم هست تا گناهان ما را مغفرت بکند و دعا بکنیم در حق همه هموطنان عزیز و همه امت مسلمه تا انشاءالله تانسته باشیم که حق این شب باشکوه را ادا کرده باشیم. بله جناب قاری صاحب، میریم و روی فضیلت های این ماه پربرکت در کنار این که شب قدر نزول قرآن در این ماه پربرکت واقع شده، میریم به سوی فضایل بیشتر این ماه پربرکت. بله. یکی از فضیلت های دیگه این ماه مبارک رمضان است که پاداش بسیار بزرگ داره. بسیار عالی. زمانی که در ماه مبارک رمضان یک انسان نفل میخونه، نفل معادل
سنت است. بله. یعنی جایگاه سنت میگیره. آها. پاداش دیگه که سنت معادل فرض میشه. اجر و پاداش سنت معادل فرض، یعنی برابر فرض ثواب میگیری. بله. یک فرض برابر به 70 فرض. بله. پاداش بسیار بزرگ است. نفل جایگاه سنت بگیره، سنت جایگاه فرض بگیره و فرض 70 مرتبه ثواب بیشتر داشته باشه. یکی از ویژگی و فضایل دیگه ماه مبارک رمضان همین است. بسیار. فضیلت دیگه ماه مبارک رمضان این است که الله جل علا شانه ثواب یک کسی که روزه گرنده است، یک کسی که روزه میگیره و به شکل درست روزه میگیره، پاداش تزیره الله جل علا شانه خودش میده. یعنی به این معنی است که امی پاداش یک کسی که روزه گرنده است و روزه را به شکل درست و اساسیش میگیره، به اندازه پاداش داره نزد الله، به اندازه پاداش زیاد است، دو بخش داره. یعنی به این معنی است که امی پاداش از سویه کرام الکاتبین بالاتر است. یا این است که الله جل علا شانه بر رمضان یک فضیلت بسیار بزرگ را قائل شده که میگه ما ثواب روزه گرنده را خودم میدم. بسیار عالی. یکی از فضیلت های بسیار بزرگش امی است. بله. فضیلت دیگه ماه مبارک رمضان است که در ماه مبارک رمضان، زمانی که با شروع ماه مبارک رمضان شروع میشه، الله جل علا شانه شیاطین با زنجیرهای میبنده. بله. فضیلت بسیار بزرگ است که شیطان نتونه دیگری انسان فریب بده، مؤمن فریب بده، وسوسیش بکنه، از کارهای اساسی و بنیادی به دور بگذارشه. یک فضیلت است. شیاطین بسته میشه. در کنار از اینکه شیاطین بسته میشه، دروازه های جهنم، یک فضیلت دیگه ماه مبارک رمضان، دروازه های جهنم بر روی مؤمنین بسته میشه. فضیلت است. بله. یک کسی که روزه میگیره و یک کسی که با معیارهای روزه خود برابر میکنه و خود تسلیم الله جل علا شانه میکنه و منتظر امر الله جل علا شانه است، چی در سحری چی در افطاری، زمانی که انسان فوت میکنه دروازه های جهنم بسته است، الله جل علا شانه مستقیم به طرف بهشت روانش میکنه. بسیار عالی. فضیلت دیگه که ماه مبارک رمضان داره، 8 دری که بهشت داره، تمامش بر روی یک مسلمانی که روزه گرنده است باز است. دروازه های بهشت باز است، از جهنم بسته است، شیاطین بسته است. فضیلت دیگه که ماه مبارک رمضان داره، درهای آسمان ها بر روی مسلمان ها باز است. زمانی که انسان استغفار میکنه، توبه میکنه، دعا میکنه، ذکر میکنه، عبادت میکنه، درها باز است، مستقیم مورد اجابت قرار میگیره. بسیار عالی. بسیار عالی. فضیلت بزرگی است. واقعا. بله. جناب قاضی صاحب، فضایل ماه پربرکت هر قدر ما بحث بکنیم واقعا جا دارد و در برنامه باید صحبت شود. بین روی فواید آن برای رفتار و کردار ما بحث بکنیم. این ماه پربرکت از جمله حکمت ها و فلسفه کلیش یک بخش به فوایدش اختصاص بدیم. چقدر فواید بر مومین در زندگی اجتماعی دارد، در وضع صحی دارد و همچنان در تغییر افکاری که منجر به این میشه که ما معصیت پروردگار بکنیم، چقدر تغییر میشه به سوی افکاری که ما اطاعت پروردگار بکنیم. بله. در اصل روزه گرفتن به این معنا نیست که یک انسان از صبح صادق تا غروب آفتاب دهان خود بسته بکنه، چیزی را نخوره، چیزی را ننوشه و از جماع کردن دور باشه. مفهوم اساسی روزه این نیست واقعا که ما میسی کار را انجام ندیم. ما معمولا امروز روزه را با یک چیز تصور میکنیم، چیزی زیاد همین فکر وجود داره. همین فکر وجود داره، چیزی نخوریم، چیزی ننوشیم و یک شوهر به خانم خود نزدیک نشه. ما از روزه هم یک مفهوم گرفتیم. بله. در حالی که روزه بالای اخلاق باید تاثیر داشته باشه، بالای رفتار باید تاثیر باشه، بله. بالای کردار باید تاثیر داشته باشه، بالای عملکرد باید تاثیر داشته باشه. رسول صلی الله علیه و سلم میگه یک کسی که خود را از صبح تا شام گرسنه نگاه بکنه، تشنه نگاه بکنه و از خانم خود دور نگاه بکنه ولی در اخلاق از تغییر نده، الله جل جلاله میگه به گرسنگی از ضرورت نداره و واقعا نداره. واقعا است. رمضان ماهی است که اخلاق انسان باید تغییر بکنه. متاسفانه ما یک تعداد داریم که بد اخلاقیش در رمضان نسبت به ماهای دیگه زیاد میشه. الله چنین روزی رو نمیخواد. ما در ماه مبارک رمضان زیاد داریم، الله جل جلاله هدایت ما بکنه، دروغ زیادتر میگیم، به خاطر اینکه وقت بگذرانیم.
در ماه مبارک رمضان مردم به خاطر جمع شدن نماز در مسجد میاد، در اونجا به غیبت روان. خب الله ضرورت نداره به قسم روزه گرفتن. ما دهن یک کسی را بسته بکنیم ولی افکار و اخلاق عمل کردش مشکل داشته باشه. در بازار ببینیم امو خرمایی که در سایر ماها 70 افغانی قیمت داره، در ماه مبارک رمضان به 100 افغانی میرسه. این به این معناست که ما روزه را من حیث یک عبادت نمیبینیم. ما روزه را من حیث یک گزینه‌ای که ما دو تغییر کنیم نمیبینیم. او یک فرصت میبینیم که تجارت خود پیش ببریم. در حالی که این یکی از نعمت‌های پروردگار است که به خاطر نیاز ما هست. بله، چون ما نیاز داریم. بله ما نیاز داریم. الله جل جلاله شانه به خاطر پاک شدن این روزه سر ما صدقه فطر را واجب کرد. ما صدقه فطر بدیم تا زمانی که روزی ما پاک شود. یعنی در کنار از اینکه ما صدقه میتیم، یکی از ویژگی های صدقه ای است که مردم در ماه مبارک رمضان، در اخیر رمضان باید به خاطر عید خود ضرورت های خود رفع کرده بتونن. بله. یعنی الله جل جلاله شانه در این ماه مبارک رمضان به خاطر نیازمندی های دیگران ما را مکلف و بعضی کارها ساخته، ولی ما چی میکنیم؟ در حالی که نیازهای مردم مرفوع نمیکنیم، نیازهایشان بیشتر میسازیم، مشکلشان بیشتر میسازیم، با مشکلات اقتصادی مواجهش میکنیم، با تهمت و غیبت مواجهش میکنیم، با دروغ مواجهش میکنیم، با جنگ مواجهش میکنیم، تا زمانی که روزه اخلاق ما رو بهتر نسازه، کردار و عملکرد ما رو بهتر نسازه و عبادت ما رو زیادتر نسازه، نفل ما رو زیادتر نسازه، تلاوت قرآن کریم ما رو زیادتر نسازه، این روزه چندان تاثیر زیاد نداره. اگر مفهوم از روزه گرفتن این باشه که ما یک رژیم غذایی بگیریم، امروز یهود نصارا هم میکاره میکنن، اونا هم هندوها هم روزه میگیرن به خاطر بقای عمر شوهر خود، سالانه یک روز روزه میگیرن. ولی روزی که مقبول دربار خدا باشه، اخلاق باید تغییر بکنه، رفتار باید تغییر بکنه، عملکرد باید تغییر بکنه. بسیار عالی. اظهار سپاس آقای منور از اینکه مهمان برنامه ما بودین. واقعا اشاره داشتین به حکمت ها، فضایل و همچنان فواید این ماه پربرکت. انشالله در برنامه‌های آینده صحبت‌هایی می داشته باشیم بیشتر راجع به این گونه موضوعات و انشالله که دوستان عزیز هم استفاده کرده باشند. هموطنان عزیز، بیننده برنامه هست گفتنی‌های شما و پیام شما به دوستان عزیز. پیام ما خود تقریبا تکراری است، اما دو پیامی که ما معمولا سر از او زیاد کار میکنم و هدف ما می است که یکی از این رسم و رواج‌های بیجا بگذاریم. مردم ما در مشکلات هستند، جوانای ما در مشکلات هستند، عروسی ها رو بسیار زیاد سخت ساختیم. حج رفتن که یک عبادت است که بسیار زیاد سخت ساختیم. جوان ما از ازدواج کردن میترسه، چون یک جوانی که در یک ازدواج 10 لک و 12 لک قرضدار شود، این شرایط بیکاری بسیار سخت تمام میشه. بنابراین از این رسم و رواج هایی که بی معنا و بی مفهوم است، من ان شاء الله توجه حکومت هم در این مورد میخوایم. امیرالمومنین هم فرمان صادر کرده در این مورد تا از رواج های در مراسم عروسی ها یا حج رفتن همان گونه که اشاره کردین، فرمان 5 ماده‌ای هست که جدا این ممنوع قرار داده شده و باید امارت اسلامی مخصوصا وزارت ارشاد، حج، اوقاف، امر بالمعروف و نهی عن المنکر و سم شکایت این موضوع را باید تعقیب بکنه. مصارف بیجای، رواج‌های بیجایی که خلاف شریعت اسلام هست باید ممنوع قرار داده شود. دیدم این فرمان دیدم یک ذره بیشتر باید شود. داوود یگان فیر کردن گفته بود، بعضی چادر انداختن از سر طبقه زنها گفته بود، ولی باید زیاتر توجه شود، چون امروز همین جامعه ما که با فساد زیاد آغشته است از نبود نکاح است. وقتی که نکاح سخت شود زنا کردن آسان میشه. یک ذره خلاصه تر بگویم نی؟ اگر نکاح آسان شود زنا کردن سخت میشه. بنابراین از رسم رواج باید بگذاریم یک و مو گزینه دوم یا به بنده ها مو توصیه دوم است یا مشوره بگویم، توصیه بگویم یا یک عاجزانه یک خواهش بگویم، همین است که به علم یک ذره توجه بیشتر داشته باشیم. اظهار سپاس، ممنون و ممنون از شما دوستان عزیز نیز که تا این دم برنامه همدم برنامه بودین و تا این لحظات ما را تنها نگذاشتین.